در این روزگار بسیار پرتلاطم، بسیار تیز و تند، اول برای همه، برای انسانیت فضای کبود میخوام، یعنی آسمان کبود، یعنی دور از جنگ، دور از این مناقشه هایی که هست. دل آدم میخواد آرزو کنه که در سال نو اول همه اونایی که درگیرن به هم ساز گیرن. یعنی عمر خیلی کوتاه زندگی نمیارزه برای آنکه یک کودک به پدر مانه، یک مادر به پسر مانه. برای همین اول آرزوم هم است که خداوندا اینا را درست کن، یعنی به هم برسان، دعواگرا را خانه کن، کفایت بگن و راضی شوند که جنگ و جدال از میان بره. اما بعد برای وطن عزیز ما این آرزو بازم پیش از همه میخوام آسمانی کبود. اگر آسمان کبود نباشه پس باید ابری باشه بباره، دیگه هیچ آرزوی دیگه نیست. اما بازم برای آدمایی که تقدیر ما را حل میکنن انصاف، برای اونایی که ایجادگرن الهام، برای اونایی که ورزشگرن یعنی آمده کار، برای دهقانان برای کار و آسمان پربارش، بخصوص همین حالا که یعنی دانه های کاشتگیشان بهار حتما ثمر بیاره. همین اول سال 2026 شما یک توانایی فوق‌العاده را صاحب میشین که میتونید یکی از مهمترین کارها را در تاجیکستان یا در دنیا تغییر بدین یا قطع کنید. این کار چی میتونه باشه؟ خب این گونه آرزو در وجود من خیلی بسیار است، اما اگر همین گونه قدرت می داشتم، یعنی گاه ها می بینی در کوچه ها آدمایی را که به یک دهنان زارن و اینا کم نیستن، بسیارن. یعنی دل آدم میخواست که یک کار، یک نمیدونم اداره تشکیل کنه. اگر این امکان، ما اگر 1 میلیون سوم فرض کرده میافتیم، اینا را میگفتیم که مثلا یک گونه با آدما همین گونه تقسیم کنیم که اقلا چند ماهشان به گرسنگی و به چی گذرانند. و یکی آرزوهای دیگه هم همین بود که میخواستم یک تئاتر خدمت بسازم که چی باشه، یعنی برای همه دسترس باشه و آرزوهایی که در طول زندگی آخر نشد روی صحنه بیاریم، همش روی صحنه بیاریم.